خیلی رفیقید با هم؟ ازش بپرس. غذای مورد علاقش که فسنجونه، اصلا نهار و شام و صبحونه به شدی میخوره. ساعت 4 صبح بیدار میشه. اگه نماز بخونه تو اکسپلور باشی بالا سرش، وای 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 وای. با هم چاق بودیم، با هم لاغر کردیم، هم دیگه رو کمک میکنیم که بریم بالاتر. با اینکه 2 نفریم و هیچ که دیگه ای نیست که کمکمون بکنه. 2 نفریم، خدا شاهده. نمیتونیم به هم دروغ بگیم. رفاقت هم یعنی همین، با یه نگاه بگه چته. 0 بودم کنارم بوده، 100 بودم کنارم بوده. من اگه الان اینجا یه آدم بکشم، چالش کنم بگم هیچی نگفت، میره هیچی نمیگه. کارتای آبربانکم، رمزای پیجام، چه میدونم کل زندگیم دستشه، سندام، هر چی که دارم اینجوری. اصلا من نمیدونم چی دارم، اون میدونه من چی دارم. مودم تلخه، من میخوام زهرمار بخورم، میگه منم باد میخورم. شیرین نمیخوره. میل به شام نداشته باشم نمیخوره، داشته باشم میخوره. مودم باشه الان برم چپ میاد چپ، میره راست. میگم من این کار میخوام، تو چرا؟ منم هستم. بی‌منت، این که مثلا نه اینکه مثلا زور خودش میاد. و این خیلی برای من بال، میگم تکرار نمیشه دیگه مثلش. امیدوارم هر کی رفیق اینجور داشته باشه که هر کی منظور داشته باشه. واقعا پیشرفتم و مدیونشم. رفیق خیلی واژه خاصیه. رفیقته؟ ببین خانوادمه. یه تورگی میخوام یه داشی که همیشه خدا جا باشیم. یه تورگی میخوام 24 ساعته بگه فقط وقتی اینجا ساعته. یکی که تو بغلش بیمه بدنم، بعدشو بخواد کسی ریشه‌شو میزنم.